باید بدانه یوسف کی است. برای خاطری از بالای اسب دیرتر فرامدنش خدا وی عتاب کرد. یوسف از پدر جدا شد 30 و چند سال، بعد روی 40 سال. حضرت یعقوب در غم او سوخت، چشماش کور شد و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم. چشماش کور شد. وقتی که یوسف پادشاه شد در مصر با قضای الهی، پیراهن خود روان کرد به سوی پدر بزرگوارش یعقوب. با بوییدن پیراهن چشمای یوسف بینا شد. حضرت یوسف دعوت کرد که پدر بزرگوارش به مصر بیارن از شام. جوانای خوب گوش اندازه. گفت که یوسف چی بی‌آدابی کرد؟ بی‌آدابی یوسف نسبت به بی‌آدابی ما و شما امروز نسبت به پدران چگونه است؟ چی بی‌آدابی کرد یوسف که خدا وی عتاب کرد؟ حضرت یعقوب با همراهی بچه ها و نبیره های باقی ماندهش از کنعان آمدند به سوی مصر. نزدیکی مصر آمدند خبر به حضرت یوسف رفت که پدر بزرگوار و پیغمبر خدا یعقوب آمد ایستاده است. حضرت یوسف هم 40 سال قریب پدر چه ندیده بود. از اشتیاق پدر، از ذوق پدر و همراهی وزیران و خدمتگارانش زمانه از مصر بیرون رفت. دید که از دور بالای اشتر سوار حضرت یعقوبی کهنسال آمد ایستاده است. حضرت یوسف گفتم پیشتر میریم، سامی از اصل فرام پیشواز پدر. اما وقتی که چشم یعقوب به حضرت یوسف افتید، از دور خودش داشته به دانسته از بالای اشتر خشد از زمین پرتافت به سوی بچه‌ش دوان دوان آمدن گرفت. یعنی از اصل یوسف دیرتر فرامد و گمان یاد که الان پیشتر میرم بعد فرام گفته که حضرت یعقوب پیش فرامدن. همین خدا خوش نامد. حضرت یوسف خدا عتاب کرد. چی گفت؟ یا یوسفو قسم به عزت و جلالم که من از فرزندان تو دیگه پیغمبری رو برهم بده. تو گفتم به پادشاهی اتتعاظم بود. تو از روی پادشاهی بودم به نسبت به پدرت تکبری کردی. تو به پادشاهی تکیه کرده به نسبت به یعقوب بی‌پرواگی کردی. قسم به عزت و جلالم که از فرزندان تو من دیگه پیغمبر نمیبرارم گفت. پیغمبری به همین تمام شد از یوسف. ببینید برای از اصل فرامدن چی از حالی بچه هایی که امروز پدرش بیمار از خبرش نمیگیرن، چی جایی که حالا سیاست کردن، چی جایی حالا پدر گم میزنن بچه های ما باشن خواهش میکنن به سوی پدر تو کاردار نشد تو عقلت کم شده است بیفتن. جوانای عزیز بنابر حضرت ابوبکر صدیق میگویند كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه. رسول اکرم میفرمایند حدیث روایت ابوبکر داد همه گناه را خدا عذابش به روز قیامت موقوف گذاشته است. خیال میکنن این آدم کشا، خیال میکنن این آدم دزدا، خیال میکنن این نشه کشا و عرق فروشا، عرق نوشا خیال میکنن که هم تو میرن خلاص میشن. میمورن دیگه هیچ کس اونا رو نمیپرسه. نه، اونا رو حتما خدا انتقام که از اینا میگره. این نامین المجرمین منتقمون. اما عاقی پدر و مادر در همین دنیا خدا عذاب میکنند. پیش از آن که مرد بیاد اول همین دنیا عذابش میکنه، بعد آن بلقدی او رو با عذاب دوزخ میبرد. بنابر همون جوانی که همون دختره که پدر و مادرش به احترام میکند، خواه در وقتی پیری دیوانه میشود، خواه در وقتی پیری محتاج میشود با یک برد نون یا در کوچه میافتد میمرد. من در این با میتونم چندین مثال بیارم برای شما. هم تا آدم ها رو من دیدم شنیدم. بنابر جوانای عزیز پدر و مادراتان دوست دارید، پدر و مادراتان احترام کنید. هر سحر یک وقتی که به کار به برای میره پیش پدرتان درای دعا گیره. فاتحه وی سببی برکت یافتن شما میشود، دعای وی سببی دراز شدن عمرتان میشود، دعای پدر سببی به دولت شدن شما میشود. دعاش گیره. از کار که میگم میگرده میبیاد
مانند که برای صغیرهات شکلات میبیاری، برای پدرت هم 2 قندک بیار یا 2 پچینگ ملایمت بیار دستش خورد. مانند که برای زنت متریالی قیمت بها میخری، برای مادرت هم خر بیار. مادر لباس چیز میپوشد، چرکین. این ناجوان مرد عروسش فسان کرده لباس $100 که در کوچه میگردد. نمیگه که مادر من چه حال دارد، نمیگه که مادر من چی خورد امشب، نمیگه که مادر من امشب گرم بود یا خانه است. حضرت حسن امام حسن نبیره پیغمبر خدا را، حضرت فاطمه را نور چشمش حکایه میکنن در کتاب ها، در کتاب مجالس الشهور در باب احترام پدر و مادر. وقتی که همراه فاطمه بشیست امام حسن نبیره رسول اکرم فرزند اول فاطمه و علی، وقتی که در پیش فاطمه میشیست نبی دسترخوانده، تا فاطمه مادرش از طعام سیر کردن دستاش تازه کردن امام حسن دست به دسترخوان دراز نمیکرد. برای چی؟ جوانای ما برای چی کنی پرسه؟ برای چی؟ مگر سیر بودو؟ فاطمه پرسید که جان من برای چی همراه من تو طعام نمیخوری، دست به دسترخوان دراز نمیکنی؟ حضرت امام حسن گفتن مادر جان من میترسم که در این دسترخوان چشم شما با یگان میوه یا با یگان قند افزوده باشد، همون دلتان اشتیاق کند خوردنش، من نفهمیده دست دراز کنم و یگیرم در پیشگاه خدا آق شوم. حسن کی تربیه کرد؟ حسن در کدام مکتبی 10 سال خواند؟ در کدام بخش تربیه یافته بود؟ در کدام یونیورسیته خوانده بود؟ و در مدرسی قرآن نشأ نمایا، در مسجد ما تربیت یافت. آدابی ما بین، آدابی جوانای ما که 10 سال مکتبی میانه میخوانند، 7 سال یونیورسیته میخوانند، نسبت به پدر و مادر آداب اینا رو بین. دست دراز نمیکرد. به خاطر اینکه من با آدم مادر اشتیاق کند و من نفهمیده او رو گیرم عاق شوم. اما امروز بچه های ما خودش دسترخوان چیزی خوب شه میخورد و بیچاره مادر همون نون چای قاق میخورد. جوانای خوب، پروردگار همت عمر دراز دهد. اکنون صحبت من در اینجا به پایان میرسانم.